میدونی ایلا همیشه توی تاریکی به دنیا نمیاد. بعضی از اونا توی آغوش خانواده متولد میشن. او خوش صحبت بود، با لبخندی آرام و چهره‌ای کاریزماتیک. در جمع‌ها میدرخشید، در دادگاه‌ها دفاع میکرد و در شب‌ها شکار. تد باندی، قاتلی که با ظاهر فریبنده‌اش قربانیانش را با اعتماد و لبخند به سمت مرگ میکشند. زنانی جوان با موهای بلند و چهره‌ای معصوم. او با تظاهر به آسیب دیدگی از آنها کمک میخواست و وقتی نزدیک میشدند همه چیز در سکوت تمام میشد. در عرض چند ماه ناپدید شدنهای مرموز در چند ایالت هیچ کس تصور نمی‌کرد که همه این پرونده ها به یک نفر مربوط باشد. او استاد فری بود، هم در ظاهر، هم در رفتار و هم در کنترل صحنه جنایت.